سلام. خیلی برام جالب بود که چیزکیک سن سباستین کلاً 35 سالشه و سال 1990 متولد شده. چرا بهش میگن سن سباستین؟ چون که یک شهری وجود داره توی شمال اسپانیا، جنوب فرانسه، نزدیک مرز فرانسه و در منطقه بسک که به اسم بسک یا سن سباستین هم شناخته میشه این چیزکیک. اینجا یک کافه خیلی لوکال و معمولی بوده به نام لاوینیا به معنی باغ انگور که توسط سرآشپز سانتیاگو ریورا اداره می شده و یه آدم خیلی معمولی که متنفر بوده از شیرینی‌های پیچیده فرانسوی، به نظرش خیلی تو ماچ بوده اون همه کار کردن روی شیرینی و میاد خام شکر و تخم مرغ و آرد و قاطی میکنه و میفرسته داخل تنور، میاد بیرون و با یه سطح سوخته و بدون کراس مواجه میشه و همه اطرافیانش اینطوری بودن که واه 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 این چیه، ولی وقتی میخورن اینطوری هن که به 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 این دیگه چیه. اینطوریه که شروع میشه داستان تولد چیزکیک بسک یا سن سباستین و خیلی سریع 20 سال بعد 2010 راهش رو به آمریکا، استانبول، تهران و همه دنیا باز میکنه. امروز میخوایم با هم دیگه اینو درست بکنیم با خیلی تجهیزات ساده، یعنی شما با یه توستر معمولی، یه فر معمولی و یه همزن، یه اسپاچولا، پنیر لبنه یا ویلی، خامه، شکر، تخم مرغ و آرد میتونید اینو درست بکنید. یکی از ساده ترین و بخوام بهتون بگم من کلا آشپزم و زیاد وارد پستری نشدم، واسه همین خیلی ساده برگزار میکنم این مراسم پخت سن سباستین و از شفای پستری عذرخواهی میکنم که خیلی وارد جزئیات نمیشم. بریم درستش کنیم. بوس پنیر لبنه دارم 800 تا، بهش شکرم رو اضافه میکنم. حتی من از همزن استفاده نمی کنم که بدونین خیلی راحت میشه اینو اضافه کرد. بهتره تو 2 مرحله اضافه بکنین، من تجربی میگم اینو. شروع میکنم به هم زدن پنیر لبنه و شکرم. این کار باید انقدر ادامه بدیم که شکرمون کامل حل بشه، اما نباید خیلی 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 هم بزنیم، اینطوری حباب میگیره چیزکیکمون و موقع برش اذیت میشیم و داخلش فضای خالی به وجود میاد. حتی اگه میبینید هوا سرده یا پنیرتون خیلی سفته و حل نمیشه، یه 10 دقیقه رو بهش استراحت بدین، همینطوری متوقف کنین، برین بیاین، میبینین که شکرها باز شدن. یه نکته دیگه هم بهتون بگم که خیلی خوبه که پنیرتون دمای محیط باشه، بذارینش یه نیم ساعت یه ساعت زودتر بیرون. و حتی بقیه اتفاقات، چون وقتی که این متریال میخوان با هم دیگه دوستشن تو کاسه، وقتی همدمان خیلی راحت‌تر همدیگه رو پیدا میکنن. میبینین دونه های شکر رو دارم میبینم با چشمام توی کاسم و سعی میکنم کلا از یه نواخت هم بزنم، یعنی اگه ساعتگرد دارم هم میزنم تا آخر ساعتگرد هم میزنم، انگار که مثلا من الان یه همزنم. 10 دقیقه بهش استراحت میدم، خود شکرها باز میشن، خیلی بازوم اذیت نشه یه وقت. بریم تا 10 دقیقه. خب دونه های شکر کمتر شدن ولی همچنان هستن، پس من به هم زدنم ادامه میدم. جذابیتی که پیستری داره شبیه جادوگری لعنتی، یعنی تو با یه سری تخم مرغ و آرد و اینا یه ترکیب جینگ خواهی داشت که خیلی بامزه استیه. مثلا تو یه شیرینی میخوری که نه توش تخم مرغ میبینی، نه آرد میبینی، نه خامه میبینی، نه وانیل میبینی، ولی یه مزه بهشتی و بهبهی بهت میده. که یه جذابیت دیگه هم بگم راجبش که هیچ وقت الزام زندگیمون نبوده شیرینی، یعنی همیشه یک اتفاق اکسترا، یه اتفاق که تو جشنا میاد که این تو اگه شیرینی نخوری، دسر نخوری نمیمیری، مثل غذا نیستش که بهش نیاز داشته باشی. این هم خیلی جذاب ترش میکنه کلا این ماجرا رو.
و تو کامنت ها لطفاً بگین بهم که دوست دارین چه دستورایی رو بدونین از شیرینی پزی و نون و اینا، که من چون خودم هم خیلی عمیق نیستم تو حوزه شیرینی و پستری، برم تحقیق کنم و بیام براتون بسازمش. دیگه خیلی کم شدن شکرها. با اسپاچولا من گوشه ها رو جمع میکنم که نرن تو نقطه کور. اگه هم همزن دارین که خیلی کارتون راحت تره دیگه، ماشینا براتون کارو جلو میبرن. دوستان مرحله ها مهمن. بعد از پنیر لبنه و شکر میریم سراغ اضافه کردن دونه دونه تخم مرغا. آشپز افتخاری شف امیرحسین اینجاست که چنلش هم تو کامنت ها میذارم، میتونین دستوراشو برید ببینین. یه دونه تخم مرغا رو اضافه میکنین. آها مرسی. شیطون نمیترکه. چی بود اون مدل ریشه؟ چه داشت؟ خودروندی. آره بریم بعدی. بعدی اینم بهتون بگم که من عصاره وانیل زدم به تخم مرغا و یه پینچ نمک. کلا ما تو شیرینی پزی هم نمک رو داریم، یه مقدار خیلی کم، به خاطر شوری ازش استفاده نمی کنیم. نمک میاد بالانس طعمی میده بهمون، یعنی به واسطه نمک مزه های مختلف با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و اون یون NaCl وظیفه‌ای فراتر از شوری داره. و آخرین تخم مرغ رو محکم‌تر بزن. دلیلی داره که تخم مرغ رو یه دونه اضافه کنم؟ آره یه دونه اضافه میکنم که ملتت حل شن کامل. این وقتی همه رو با هم اضافه میکنی ممکنه دو فاز بشه. خب حالا نوبت خامه است. حواسمون هست که خیلی هم نزنیم، کم هم نزنیم. هر جا دیدین یه دست شد کافیه. امیرحسین کجا رفت؟ اوه یه مقداری هم شبیه بدنسازیه دیگه. دو با علک نم نم اضافه میکنیم. من هم میزنم شما اضافه سوسکی. خب کاغذ فر یا کاغذ روغنی دارم، از طرف روغنیش میذارم داخل کمربندیم یا هر قالبی که خودتون دوست دارین. و من این محض محکم کاری یه مقداری با روغن خوراکی خیلی کم با این قلمو سیلیکونیا چربش میکنم
که دیگه مثل نبات رو داشت. خب کاملا هواشو میگیرم، چند بار با اسپاچولا فولش میکنم، اینطوری تا میکنم، ضربه میزنم تا حباباش بیاد بیرون. این حبابا رو ما اگه نگیریم آسیب میزنه به چیزکیکمون. تمام، میفرستمش توی آره لطفا مرسی. امیر حسین فرشته نجات اولو قضیه میشه. تموم. خب میفرستمش توی توستر یا فر گازی، نمیدونم برقی، هر چیز، توی 220 تا 240 درجه. من اینطوری هم که میذارمش تو 240 درجه به مدت 26 دقیقه و سر 13 دقیقه میچرخونمش. ولی شما اگه فر کانوکشن دارین همون 25 دقیقه واسه 230 درجه 40 درجه کافیه. من با تنور ناپولیتن درستش میکنم و کسایی که پیتزا فروشی دارن هم میتونن از این به بعد با این دستور چیزکیک بفروشن. میفرستمش تو عمق تنور خاموش و آخرش که خواستم روش طلایی بشه، اونطوری سوخته بشه، چند لحظه شعله رو روشن میکنم. خب 13 دقیقه زمان بگیریم لطفاً. میارمش بیرون. - 180 درجه میچرخونمش. البته نه با دست خالی، داغه. و دوباره میفرستمش اونجا. شما اگه با فر ایندکشن کار میکنین خیلی کارتون راحت تره. تا 13 دقیقه بعد که حاضر خواهد شد. شما رو به خدای منان میسپارم. دوستان من 2 دقیقه آخر شعله رو روشن میکنم که قشنگ به یه سطح سوخته برسم. من همین الان هم میتونه کافی باشه، هر جور خودتون راحتین و میبینین که چقدر بافت خامه‌ای داره. من دوست دارم یه نمه بیشتر بسوزه. 1.5 دقیقه دیگه میذارم تو همین حالت باشه و میگم اگه باز با فر گازی یا فر دیگه دارین میسازینش، تا الان رنگ گرفته قطعا، چون من تنورم خاموش گذاشته بودم، چون با تنور خاصی دارم کار میکنم. و بذارین 20 دقیقه با در نیمه باز توی تنورتون یا فرتون بمونه که یهو سرد نشه و شوک بخوره، بخوابه و ترک بخوره سطحتون. و 2 ساعت هم بذارین توی دمای محیط. بعدش میتونین فریزش کنین، تلفنش کنین فریزش کنین، هر وقت دوست داشتین جشن داشتین بیارینش بیرون. و میتونین هم بذارینش توی یخچال و 1.5 تا 2 ساعت بعدش چیزکیکتون آماده است. همین 30 ثانیه گذشت داره. دوباره چکش کنین ببین شاید تغییر کرد تو همین مدت. داره میاد پایین. این بالا پایین اومدن ها اگه سریع باشه ترک میخوره. چند ثانیه دیگه. خب چیزکیکمون آماده شد. یه روز توی یخچال بود دیگه. فکر کنم گفتم قبلا بهتون که باید خیلی آروم سرد بشه، 2 ساعت تو دمای محیط باشه، بعدش فرستادیمش یخچال. حالا یه اسلایسش هم رو هوا گرفتن، مهمون اومد برامون و من از یه چاقویی که با آب گرم خیسش کردم استفاده میکنم که راحت برش بخوره. یه چیزی خیلی مهمه اینه که ببینید اطراف کیک هم کاملا فرش و اونطوری سیاه و سوخته نیستش. یعنی چیزی که سن سباستین به این
سوختگیش نباید تو ماچ باشه که دورش سیاه بشه. یه مقدار سوختگی روش داریم و حالا چون من شکر کمی توش استفاده میکنم، مثلا توی دستور 200 گرم بوده، من 190 گرم زدم. یه مقداری هم از سیرپ توت فرنگی که خودمون درست کردیم کنارش استفاده میکنم و اسلایسش میکنم، چون یه مقداری ارتفاعش زیاده من اینطوری سروش میکنم. اما تو زمستون از سیرپ کدو حلواییمون استفاده میکنیم، تابستون سیرپ توت فرنگیمون که یه مقداری اون اتمسفر فصل رو بتونیم بهش بدیم و با قاشق سروش میکنیم. این اتفاقی که اینجا میفته، این بافت خامه‌ای و نرمی که داریم نشون میده که مسیرمون رو درست رفتیم. خیلی خوب. بهم بگید اگه درست کردید، سوالی داشتید و لایک و سابسکرایب بکنید ویدیو رو که یوتیوب رو جذاب تشخیص بده و به بقیه معرفیش بکنه. مرسی، تا دستورهای بعد، بدرود.